بهار آسمین ارمان 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 دگار مشن گریه برخان خواه جان دبارشن همدل هفت عزیز جان قتلا بشن حواله گدارین هیجا ایرو بشه برنامه ما جروپیلین دیروک کرد و کردستانی تایبتی دیاری جیان دیروک و چند و کردین خراسانی امی رابری و بکن دیروک کردان دیروک کتجی بلندی و نظماتی دیروک رابون و کتنیه و زمان و بری دا هاتیه نویساندن. دوی واری دا کسین شرزه گوتنین خواه گرک بیجن پس پوران شرامین خواه پیشکش کن. لوان 20-25 سالین داوی هنک رابون و کردان 100 سالا کردان دا بیجن. تو شکتنه تفگر رزگاری خورد بون و حشوریا کردان هیه گلتشت بسایا میدیا کردا تی دستانین. لولتی ما او دناف کردان دا ایرو زمان او چرخ و فلکی بجورکی دندگره. ایرو بلستره او تجی کیجان آلی دا لی بنیری مهرا کردان هلدگره. دنگی بلند لی دخیا لیتی لی کولین کرن و لیتی نویساندن. زمین او سالان باردکن چاو دو بیجن زمین را. هر روزک تشتکی تینه. امگره هاش هف او دستانین خواه بن. وکی هبونو ما نبخوری نیارین گلین ما. امگره راستی بزانبن دنو وی راستی دا امرادبن ورودنین زاروکی ولاتی ما مزند بن روش ما درد کوه و دیسا دچه آوا زمانی بری اف مجل کیم بون جبوک ولاتی ما پرچه کری بو چرچواوی تنگ بو و خلقین ما پریمی دوری بلف کری بو وک نتوک سیمبولیک بون ایرو شکر حال چیتره ام هاش هر پرچین والد و هر جی و دورن کرد هنه الوالد و دروی والد هنه امجی دلیدانو میلیونو دلین کردان دا گش و گرده بن. دارین عزیز چاو من دی پیش دا گود برنامه ما ایروین امدیاری کرد خراسانی دکن. کردین خراسانی کینه؟ کنگی اوشکی داری وان سرگون کرنه. مخوبن درباری هنر دیروک عرفشا دانستاندن کردین خراسانی ام کمزانن. لی ایروب کردی امدکارن وارا با خوون. خراسان ولایت هری مزن یا ایرانیه. لورا گلک نتودشین. کردین کب 100 سالان ورادشین خودی دیروکه که تجی تراژدی و زیراندینه و دنگی وان هاتیه فتساندن. لسرگلک آلین دیروکا سیاسی جواکیا کردین کردستانی خراسانی هندک هاتیه لیکولین کرن. 400 سال بری نها جباکوری کردستانی کردا کوچبر دکن شتیا و زوزانین بلند و خوش و اونا دوری ولادی خواهد بن. به شف و روژان بزور و زحمتی وان کوچی خراسانی دکن. گدارین دلال دوستکی می پرهیجا کسکی پسپور و شرزه هنرمند تکشیرام دوستان پرگلی جبو کردین خراسانی ویواره به خواه. تکشیرام دوستان بخوا خلقی رجلاتی کردستانی جباجاری اورمیه. 20 سالی زیدتر مالبت خواه کانادای دشی. هجای گوتن گدارین عزیز تکشیرام دوستان عشیرت سمکو شکاک عشیر عبدویه قبیل نمتیه. با پیروی محو لسردم و سرهلدان کردین رجلاتی لباجاری تفریزی لگل جورغا شهید بو. تکشیرام دوستان گلکی سپاس دکم جبو کداوی دواری آمده کرنا برنامه ما ایروین. کرد خراسان کینه کنگی کی وشکی داری او سرگون خراسان کرن. سرگون کرن وک پاره که جیان بدیروکا کرداره بیه. کرد خراسان، کرد آنادولیا ناوین، کرد سویتستان بره، کرد پاکستان، لبنان، اسرائیل و حتی سودان و افریقای
همو لسر به خاکا کردا هاتنه کشبر کرن لی به سبب انجور جور. حتی در روژا ایرو دجید سبب شر نابر آذربایجان و ارمنستان ده دیساجی کردین کشبر کرن. ولایت خراسان که برفره و مزنترین ولایت ایران بو، سال 2004 شونده بویه 3 ولایت دکبه روشهلات باکور ایران که دبه باشور دولت ترکمنستان که پایتخت ترکمنستان اشقاباد هفسنور گل باجاره که کرد خراسان بناو فیروزه که جبر در بازبون آریا هرموش آنگو سیلک وی جعالی بازرگانی و ددمین کونده گرینگ تی حسباندنه. 5 ولایت خراسان کرد جبوی ولایت ایران یندن و اصفهان، کرمان، بلوچستان و قزوین جی هاتنه سرگون کرن. مردو کردستانی ده پرتوکا خود دو اشیر کردا بناو بازینجان و مروت کل اصفهان دجی نو دبه. ناو باجار شهر کرد کدبه ناوند ولایت چارمحال بختیاری جخوا هبونا کردا دوی حریمه ده برچاو. جواکا کرد یا وان حریما جالین 3 شاه فارسان و بناون شاه اسماعیل و شاه عباس صفوی و نادرشاه افشار دناورا 100 سال 16 و 18 ده کردستان هاتنه سرگون کرن. هر وسا جنگا چال دیران 1514 ده دناورا ترک عثمانی و شاه صفوی ده که بو سبب دوپار کردن کردستان و پاش هوهاتن آوان لزهاب 1539 ده بو سبب سرگون کردن پارا گلک کردی که ایرول خراسان دجین. کرد نجار کودجار بلکو گلک جارا هاتی سرگون کردنش بوی خراسانه. شر دمدم دنابرا شاه صفوی ایران و خان لفزیرین کردا ده سال 1610 زاینی ده لحریم اورمیه بو سبب سرگون کرنا گلک کرده و حریمه. لی وقت دیار کرن گلک پیش هنگی دجی کرد جبوی خراسان هاتنه سرگون کرنه. تیمورلنگ ازبکی ده پرتوکا بیرهاتی خود ده نشاندان و ده سال 1336 زاینی ده کرد لخراسان جیانه. تیمور لنگ گلک باس میرخاسی و نترسیا وان کریه و حول دایه تیپکش کرد خراسان بیخنا و لشکر خواه لی کردا به میرانی و میرخاسی خواستاوی قبول نکریه. تیمور لنگ کرد خراسان انسان برومت و میرخاس نودبه. هر وقت لجور هادگوتن شر نابرا ترکین عثمانی و شاه صفویا بو سبب سرگون کرنا گل کردا جباکور کردستانی. وقتی دیار کرن زیدتر 60,000 مالبات کردا جبوی خراسان هاتن سرگون کرنه. لیجبیر نی کرنه که عثمانی آجی بوی آبایی کرد سرگون کرنه آنادولیا ناوین. کرد ماراش و کرد قنیای جخوا او کرد سرگون کرنه. جبر هنده جی امدبینن که دواکا کرمانجیا کرد خراسان و کرد ماراش گلک نیزیکی هون. وقتی خویا کرن نیار کردا جسرگون کرنه وقت تاکتیکه که دجی برخودان و سرهلدان کردا استفاده کرنه و گلک جارا جبونا پلچقاندنا کردا افشی و بکار آنینه و کرد لچیا و زوزان و ولات وان سرگون کرنه. پرانیا کرد سرگون کری جمالبات و عشیر تیکوشر و کرد پرور هاتنه هل بجارتن. کریم خان زند که سال 1705 حکومت افشار داوی آنی و دولت زندی چیکر هخواج مالباتا که کرد لکی یه سرگون کری بود. مالباتا وی به دست نادرشاه افشار هاتبو سرگون کرن. کرد خراسان جبونا میرخاسی و میوان حزی آخواه نودارن. گلک که سروی باورینه که ابو مسلم خراسانی که پاشی 1200 ساله هیج وک قهرمانه کی ریزدار تی بیر آنین قهرمانه کی جیر و جهاد تی دیرو کاوه حریمه اصل خواه کرد بویه. جبر هنده جی کشتناوی به دست آل منصور عرب خلیفه عباسی گلک دبه جی خمباری و دلتنگیا کردا و گلن دنین و حریمه. چند سبب سرکی جبونا وان سرگونا. سبب آیه که
کرد وک شروان جهاتی عمرخاص دجی ایرش شرخاز نیارا وک ازبک و قازاخ و یندن جبونا پاراستنا سنور دولت یوی دمی که گلک پیویست و گرین بویه هاتنه بکار آنین. سبب دویه خواست و سرهلدان کردا دناوا کردستان ده به لاواز و به هز دکرن وک میناک پاشی شر دمدم گلک جه عشیر کردا وک جلالی و برادوستی تن سرگون کرن دا کترس بکه دل کرد به هرمه و دست جه سرهلدانا هل گرن. سبب آسته او شونوار خواهی سنوری پی آوادان دکرن جبرهنده کتن کرد بو کدکاری به سردمه ده جیان آوا دجوار لوان حریما ده بدومینه. اوا سه سبب سروکی و بگمان سبب اولیجی رولا خواه هبویه. باجار هر سرکی کردا لخراسان اون آشخانه، بجنور، شیروان، قوچان، دارگز و درونگر، رادکان، چناران و سبزوار جمع آترک دگلی که ده دمشه که او باجارانه توا لبر هاتنه آوا کرنه و حیا بحر خزر ده دومینه. گلک جکرد هرما خراسان هاتنه اسیمله کرن و حتی ناو کردی جی سرهندک مالبات کرده هاتیه را کرن. دماکو هلاکو خان مغول هات ایران گرد دستور دا که همو ناو کردی و فارسی جهوله را کن و لشون آوان ناو مغولی و ترکی دانن. جبرهنده شکرشکرنا نفوسا کردال خراسان را گلک لیکولین پیوسته و کندک جیدر ددن خویا کرن و گاوه قاسی 1,700,000 کرد لخراسان دجین 6 جسادی لگندارو دنین 35 جسادی لباجارا دجین و 5 جسادی کوچبرن. سیاست دولت واکریه که مخابن 23 جسادی گل وی هرمه نخواندوان و بیسوار مایه و مخابن وی داویه ده کشانا تریاکی جی دناوا خلکی وی هرمه ده گلک زیده بیه. کرد خراسان نکارن به زمان کردی دخواندنگه ها دهیم بن و توگیر کردی دانن. سیاستوان و روشنبیر و هنرمند وان تین بن چاو کرن رادیو و تلویزیون وان ننن که او دبجی ترسه جبونا اسیملاسیون د آینده دورو دریج ده. جعالی آبوری و شرط و مرجن و هرمه وسایه که کرد نچارن جیانک دجوار بدومینن. بچاندن کاری و باغداری رز و پز بازاری و کوچری جیان آخوا بسر دبن. جبرهنده خواندن آزاروکا جبوی وان نهند حسانه. بتایبتی زاروک مالباتن کوچر بپرانی جبر ویه که نخواندوانه. هر وقت زانین قاسی 112 اشیر کردال خراسان هاتن نوبرن هندک جوانا اون کیوان، قرچورلو، قرمان، میلان، جلالی، شیخمیری، لاینی، زاخوری، ساوکا، بدلی، توکان، عمری، آرتکانلو، باوانلو، آلانلو، بیریوانلو، پیرانلو و پیروانلو. او دمک دریجه لبارگه ها خواه دور کتنه. لی روش و خملا کردیتی لبال توای اشیر کردا هش خویایه. و دزانن کینه الکی داری هاتنه که او شانازی که مزنه. از باورم مرواجی وک زیر ایار خواهیه. زیرگر به ایار زیر قیمتاوی کشتکه. مروه قلب و قلز زوخوا بزردکه و جه اصل خواه دور دکه و. لی مروه خودان اصالت قد کیبونا خواه و ری بازا گل خواه بزر ناکه. کرد خراسان باشی چند صد سالا هیج هبونا خواه و کرد هر واری در پاریزه. نوروز جشن و سرسالا وانیا هر گرینگه. بریوان ناوه هر پسندتری و جه حسکری اجبویوان. باشی هنده ظلم زوره هیج هبونا خواه ده پاراستنا اصالتا خواه ده دبینه. گلوینه مستر چه تشته که گلک بکاره پی سر بلند به. جعفر قلی که یک جمازنترین هلبسوان کردن خراسانیه ده هلبسته که خود واده بیجه. ولات ما ارزرومه بچیا و گل و تومه او چند ساله جدور مامه از خریب و یوردامه گرفتار و دردامه نکشتیمه و نبردامه
واسنوران نوبرامه لور بشینن وارمه مرخین چای مهشینن کوین وی پر رند خونن. سرگونی و کوچبری کسر و کدر و دوری و ولاد تایبتمندی جهنه را وان را آفراندیه. هنر وان گلک دولمند و رنگینه، بلکه تنه برای که هنر وانکاریه یا دل خود بپاریزن و بیجن. گلک هنرمند بناودنگ لوی هرمه درکتنه. سیمابینا که یک جمازنترین هنرمند ایرانیه جه اصل خود کرده که وی هرمه. وقتی که گهداری کلام و هلبست آواز و حیران وی هرما کرداده کی خمگینی و خمباری و حسرتا دوری و ولاد تیده دبینی. ده پرانیا کلام وان ده حسرتا چیای کردستان و ولات وان هیه. کرده خراسان، کرمانجی ده آخوه، کرمانجی دستره و کرمانجی آخوه ده پارزه که اوه نرخه که نتویه و جی شاهنازی و سربلندی جبونا هر کردکیه. لمخابن هاجا دستلاداری کردا لسر کرد خراسان گل کیمه. همیدارم روژک به دنگ کرد خراسان لسر جای البرز و شاه جیهان بلند به وگبا و باهوز بگیجه سر جای قندیل و آرارات زاگروس و جودی و سیپانه. داویه ده به هلبستا کرد خراسان پیشکشی و گهداروان هیجا و برکتین برنامه رون پایید کن. سر هلینم کده هرم لچاورشا خود گرم تا نبینم دانا گرم ما بیوی از کده هرم خلکو ورن هون ببینن گورال من نبارینن یارا من چو دا گرینن زارا منجه مرابینن زار مگری از نورامه سوید چم ایوارت ما گر بمرم مال ارده ما بمینم یار زاره ما. گدارین هیجا و بیست گوتنین هنرمند شیرام دوستان درق کردین خراسانی. گدارین عزیز گداریا کلامین کردین خراسانی بکن. شنیدم خود
ماشینی الودا کردیم و رفتیم دل از دلبر جدا کردیم و رفتیم نداشتیم توشه ای راه بیابون توکل بر خدا کردیم و رفتیم شیرین بر کرده یارو شیرین کردی کبابو شیرین نمیدی جوابم شیرین بر کرده یارو شیرین بر کرده یارو شیرین کردی کبابو شیرین نمیدی جوابم شیرین بر کرده یارو ابر آسمین ارمان 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 دگار مشن گریه برخان خواه جان دبارشن همدل هم تو عزیز جان قتلا بشن حواله جاشو پره ارمان 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 سرساوی ارزلنگ هوان جانورین راوی بکن برا عزیز جان درد بلا و حواله سرهلینم ارمان 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 لکبیران
لکبیران چرب و مهیار جان خانه ویران لوی کارا مال خراب و مهیران لالایلا بالا خانه ارمان 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 خشتانی می فکر یاره حواله کنیا جی می فکر یاره عزیزه کنیا جی من لایلا گدارین دلال و گداریا برنامه رادیو ریاتزه پیشکشی کردن خراسانی کرد. آماده کار و ریبه برنامه بهارست ترکیه حتی نی و شنانو بمینند خوشی اسلامتیه ده.